یه دوستی سالم و خوب میتونه زندگی رو برامون بسیار لذت بخش و شیرین کنه و به همون کمک میکنه که مشکلات رو راحت حل کرده و قوی باشیم. در این ویدیو 5 نشونه از دوستان بد و سمی رو با هم میبینیم که دوستی با اونا ممکنه زندگی حال و حتی آینده‌مون رو هم تحت تأثیر قرار بده. به کانال تاپ 5 پلاس خوش اومدید. اولین نشونه اینه که اون خودخواهه. یک دوست بد اغلب خودمحوره و فقط نگران نیازها و خواسته های خودشه. اون ممکنه تنها زمانی بخواد با شما معاشرت کنه که بهتون نیاز داره و حاضر نیست برای دوستیتون فداکاری کنه. نشونه دوم اینه که غیر قابل اعتماده. دوست بد برنامه‌هاش رو در آخرین لحظه لغو میکنه یا دیر سر قرار میاد و زمانی که شما بهش نیاز دارید حضور نداره و باعث میشه شما احساس عدم حمایت و بی‌توجهی کنید. سومین نشونه اینه که قضاوت میکنه. دوست بد ممکنه از شما انتقاد کنه یا باعث بشه نسبت به خودتون احساس بدی داشته باشید. اونا شما رو پایین میارن تا نوعی احساس حقارت در شما ایجاد کنن و از اهداف و آرزوهاتون اصلاً حمایت نمیکنن. نشونه چهارم اینه که بی احترامی میکنه. دوست بد به مرزهای شما احترام نمیذاره و رفتاری آزاردهنده و نامناسب داره. اون باعث ایجاد ناراحتی و خجالت در شما میشه و ممکنه احساساتتون رو در نظر نگیره. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً ما رو لایک کنید. و اما پنجمین نشونه اینه که اونا کنترل کننده هستن. دوست بد سعی میکنه اعمال یا تصمیماتتون رو کنترل کنه. اون به استقلال شما احترام نمیذاره و به شما القا میکنه کارهایی رو انجام بدید که خودش دوست داره.